goes up against Mirzad Sufiev of Tajikistan. It will be Yambasurin in the white judogi, Sufiev in blue. The referee in the middle for this one is Jandoskianov of Kazakhstan. Clap your hands and let's welcome the judoka, Igor Judogi. Hard to keep Tajikistan out of the limelight. Either they're hosting an exciting event or they're sending their players abroad to compete with some degree of success. They'll be hoping for another medal on the world tour, this time from their 60 kilo category. Representative Yambasurin hasn't hardly moved a muscle, and yet the home supporters are clapping and cheering him on. مهرزاد در مقام سیوم در رده‌بندی بهترین ها و رقیبش the hand by Yambasurin. A little bit of downward pressure. Showing the turn. A little bit of tug with that lapel hand. Drawing the opponent forward. در دوشنبه سال روان مهرزاد صوفیوف با فینال برآمد در مسابقات گرند اسلم و جای دوم را اشغال کرد. برنده مدال نقره مسابقات گرند اسلم محسوب می‌یابد. مهرزاد 37 نیروسنجی سطحی بین المللی دارد و در مسابقات گرند پری صاحب مدال برنزی هم شده بود. وطن عزیزم شهر دوشنبه سال 2023. از این پیشتر برنده مدال طلای جام آسیا در میان نورسان بود. بسیار لحظه هیجان آور و جوانی که چون معرفیش کردیم از مغولستان 24 سال دارد. این هم قریب کارنامه ورزشیش و اشتراکش در مسابقات سطحی باشکوه با مهرزاد صوفیوف برابر است. تنها تفاوت در رده‌بندی و نتیجه هایی که این چهره 2 سال اخیر به دست آورده است. خیلی هم صورت افزایی حرکت خوب رو اینجا هم منظور کرد و صوفیوف خود را سر وقت دفاع کرده توانست. صدای مربیان ما خیلی خوب به گوش می‌رسد. هم مرگش هم فاتح محمد بیکوف ها از منبر، هم پهلوانان ما و با هم مربیانی که با اولمبا تا رفتن این سبقت رو تماشا دارند. مهرزاد اندک ای مهرزاد باز هم اندکی بود که با اشتباه را دهد. این وضعیت رو هم رفت کرده توانید. داور بدون مبالغه از قزاقستان در این حالت باز هر دو را به مرکز میدان دعوت می‌سازد. اکنون در حمله ها خطرهایی که چون بودیم اینجا با سر افتی چون قبلا اگر این حالت خنساک ما که از میدان خارج می‌گردید ورزشگر بعد ختم بازی‌های المپی پاریس تغییراتی که به عمل آمد یکیش همین بود. با سر رفتن الان ورزشگر از میدان رانده نمی شود. ادامه تلاش پهلوانان. صوفیوف چرا عمل اجرا کرده نمی تواند و دیگر بار هم خود را دفاع کرد و از این حالت خود را رها کرده توانید. سلسله شیده ها بیشتر می گردند. صوفیوف 2 برگه زر دارد. کمتر از 2 دقیقه دیگر وقت هست. جوانی قامت بلند سفید پوش عملهایش خیلی خوب براستی. هرچند که برای ما کوشش های مهرزاد صوفیوف
مهم اول درجه‌اند. اما در مقابل نماینده مغولستانی کاری مهرزاد چندان روشن‌تر نیست برای دریافت امتیازی. لااقل اولی یوکو مهرزاد عملهای کار در زمین رو میتواند اینجا باز هم مورد استفاده قرار دهد. حرکت میکند اما نه به سمت راست و نه به کنار چپ حریف را هوا دادن نمیتواند. داور مجبور است که دیگر باره هر دو را به مرکز میدان دعوت سازد. اینجا اراده قبلی سمت علاهیده که داور خود مربی ما اشاره میکند، انا همون حرکت ها را سریع وقت باید که مهرزاد صوفیف انجام دهد. دقیقه آخرین دوشی دو تا اندازه خطر دارد. مهرزاد باید که فعالتر باشد. نه امتیاز نیست، خیلی نزدیک بود. سه حرکت خطرناکی پهلوان مغولستانی رو ما دیدیم. این بار هم مهرزاد با مشکلی خود رو از این ورطه یوکو به حقداری کردن چگونه که راستی بسیار هم شبهه انگیز بود. به این حالت بعدتر برمیگردیم. باز هم یک حرکت دیگری پهلوانی 24 ساله‌ای مغولستانی در مقابل ورزشگری ما. وقتی کم 14 ثانیه. توکل کنید و پیش روید اشاره میکند مربی. راه دیگر نیست. قوه‌اش بسندگی نمیکند. سه ثانیه دیگر تقدیر رقابت حل و فصل شد. مغولستانی ها کفکوبی میکنند، علاقه استقبال از این دبر دارند. سه ثانیه دیگر. یوکوی دوم رو هم به پهلوان مغولستانی دادن. وقت انجام یافت. قوه جسمانی مهرزاد صوفی رو بسندگی نکرد. انا همین بود علت اساسی مهرزاد که در مقاومت جوان 24 ساله مغولستان تا باوردن نتوانید. بیانبسور 24 ساله پهلوان میزبان اینجا دست بالا گردید. Now we can see the highlights of this bronze medal contest. Ulaanbaatar Grand Slam bronze medalist Bianbasurin Sukhmat, Mongolia. مهرزاد صوفی